پرور تنعم نبرد راه به دوست. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. عاشقی با راحتی اصلا جور در نمیاد. این شعر زیبای قیصر امینپور میگه خواستم از رنجش دوری بگویم یادم آمد عشق با آزار خویشاوندی دیرینه دارد. اصلا این آزار و غم عشقی که انسان رو میسازه و همین عشق همیشه قرین پریشانی و تب و تابه. جالبه، من قبلا بهتون گفتم عاشق دو حالت داره، یا در وصال یا در فراق. در هر دو صورتش در حال پریشانی و گدازش هست. چرا؟ اگر در فراق باشه شوق دیدار محبوبش او رو داره آتش میزنه، احساس دلتنگی و رسیدن به او آتشش میزنه. اگر در وصال باشد بیم زوال او را میآزارد. یعنی وقتی که نزد معشوقش هست یا جلوه‌ای از او داره دریافت میکنه، نگرانه که زمانش تمام بشه.